مردی که خانومش، دخترش، خواهرش با موی افشان، با لباس تنگ و رنگارنگ خودشو تابلو کرده و ارائه میده به دیگران و دستش هم تو دست این مرد هست، این مرد غیرت نداره. این مرد غیرت نداره. تو این قضیه بی‌حجابی، حالا تو کشور ما که بی‌حجابی با اون معنا نیست، یا بدحجابی، باید یقه مردش رو اول گرفت. در یه روایتی است امیرالمومنین علیه السلام فرمود مردان کوفه، به من خبر رسیدی که تو بعضی از کوچه های بازار که ازدحام جمعیت هست، زنان شما تنه به تنه مردان تو فشار جمعیت راه میرن. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما خجالت نمیکشید؟ لعن الله من لا یغار، خدا لعنت بکنه اون کسی رو که غیرت نداره. امیرالمومنین یقه مردان کوفه رو چسبیده. ما یه اشتباهی که الان تا حدی داریم مرتکب میشیم تو کشور خودمون، بلندگو دست گرفتیم میگیم خانم حجاب، خانم حجاب. باید بلندگو دست بگیری بگی آقا غیرت، آقا غیرت. اول غیرت او رو به رخش بکش. امیرالمومنین علیه السلام یقه مرد رو گرفته. بی خجالت نمیکشید زناتون تو کوچه ها دارن میرن؟ پشت هر زن بی حجاب یا بد حجاب یک مرد بی غیرت یا مردی است که کمبود غیرت داره و دشمن قبل از اینکه حجاب زن رو نشانه بره غیرت مرد رو نشانه رفت.